شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟ من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سرشاهده نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم میدونم چون قلبم الان گرفته خیلی ارزش داره، چون اینجا به خدا کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. به والله ارزش داره، همیشه ارزش کشورم فهمه، نه مثل تو آقای خودتون فهمی، ارزش داره. خدا از ارزشی قلب من بکلم، از بس که ارزش داره، ارزش داری ها، خیلی ارزش داره.